سلام علیکم تان عزیز، سلامت خانم آباد سلام باشه. بعد ما وقتی که از مدینه منوره برآمدیم، شما گفتم که 10 روز مکه مکرمه موندیم، 10 روز مدینه منوره. بعد ما برآمدیم این طرف 9 روز رفتیم که از تاجیکستان با اتوبوس، ازبکستان تاجیکستان برآمدیم، ازبکستان ترکمنستان ایران عراق سعودیه 9 روز رفتیم. از اون طرف 11 روز آمدیم. برای چی؟ برای که یک شب در عراق ایستادیم، مقبره امام ابو حنیفه را زیارت کردیم و دعا فوتیت کردن در اونجا چه کردن حضرت امام ابو حنیفه در قبرش در مسجدش نماز خواندیم. بعد کسایی که استادای مدرسه کتاب‌های درسیشون همجا خرید کردن، یک شب در مسجدی حضرت امام ابو حنیفه موندیم، یک شب در عراق موندیم. و یک شب دیگه در ایران موندیم. در ایران بعد میرن که مسجدها رو میبینن، تماشا میکنن، سیاحت میکنن چی و حاجو. بعد همونجا تحفه ها میخرن برای خودشون، قالین و هر کس چیزی که خواهد چیزای ایرانی میخرن برای خونهشون تحفه ها. یک شب موندیم. و ما در ایران در عراق با زنهای عراقی ما همسو باشن، بسیار زنهای خوب، ما را آبی طهارت دادن، ما را حجت خانه را طهارت خانه نشان دادن، بسیار زنهای خوب، معامله خوب کردن با ما. بعد درباره ختنه پرسیدم، گفتن که در عراق ختنه نیست. ما در خود چیزایی در کره میپرسم میگیرم به زبان عربی. در ایران ما با زنهای ایرانی همسو شدیم، زنهای ایرانی با ما بسیار چشتن، حیران شدن که و من حیران شدم که زنی تاجیک ببینه که از کشور مثل ایران کشوری مسلمانی نیست، لیکن از قرآن حدیث فقط گپ میزند. من با آنها فقط از قرآن حدیث براشون گپ زدم که در قرآن خداوند گفتگی از در حدیث خدا، فقط از قرآن آیات و حدیث، قصه قرآنی حدیث گفته در اون چی میگم، با هم روی حاجیمون دو تا خانم ایرانی اومد نشنا با ما کردن، تبریک کردن که شما حاجی شدین، حج اومدین، دعا کردین در حق ما ان شاء الله. بعد گفتن که مینداریم شما سازم با سواد چقدر شما از اسلام باخبر هستیم. ما ایرانیم، خودمون کشور مسلمانیم، قرآن بعضیامون خوندن نمیتونیم، ولی فهمیدنش طرفیسته، با آیات قرآن گپ زدن حدیث گپ زدن اون طرفیسته. لیکن پیش از رفتن و از ایران گذشتن ایرانی‌ها فقط با ما میگفتن که طلب دعا در حج رفتی در حق ما دعا کنیم، باید داشته باشن عادت که طلب دعا. من همین خاطره‌های از حج برای شما خواستم سفر کنم. خب ما در ایران در شهر مشهد ایستادیم، در عراق در شهر بغداد ایستادیم یک شب، در پایتختش در ایران در مشهد ما جوی ایستادیم، یک شب ایستادیم و به شما قصه کردم که چگونه ما با زنهای ایرانی هم صحبت شدیم. مگزیناش رفتیم خرید، کسایی که تحفه خواستن تحفه خریدن، ما هم تحفه ها خریدیم برای خانه، قالین ها خریدن، حاجی قالین خوش داره که ایران. انا میگونه یعنی که دو طرف 10 روز آمدیم، ما یک روز در ایران موندیم، یک روز در عراق. از این طرف 9 روز رفتیم، 9 روز رفتیم، 9 و 10 19 11 روزه، ببخشید خطا کردم. 9 روز 11 روز نشه، اوتر 11 روز آمدیم ما، یک روز در ایران، یک روز در ایران، 9 روز 9 روز دیگه در عرش نمیخواد 11 روزه ای طرف 9 روز رفتیم، 20 روز، 10 روز در مکه مکرمه ایستادیم، 10 روز در مدینه منوره، 40 روز. نه تا یادم اومد 11 روز برای که 9 روز در راه میشه کنه، میشه 9 روز در راه ای طرف اومده باشیم، 2 روز در ایران، یک روز در ایران یا در عراق 11 روز میشه. هست ای طرف 9 روز در راه ایران یا 11 روز، با 9 روز در طرف 20 روز میشد، 10 روز مکه مکرمه، 10 روز مدینه منوره، 40 روز ما رفتیم اومدیم حج. خب